لیلة القدر خیر من الف شهر، از 1000 ماه بالاتره. هر کس به اندازه اخلاص و شکستگی در این شب. یک انسان با دل شکسته و با گردن کج در حضور او رب العزت و الجلال، ما باید در برابر یک ذات گردن ما کج باشه، یک ذات مالکه که باید گردن پیش او کج بکنیم و پیش او بگذاریم و پیش او سجده بکنیم. رب العزت و الجلال. ما بنده خدایم، بنده غیر الله نیستیم. پیش هیچ کس نباید سرخم بکنیم. سرخم کردن پیش رب العزت و الجلال هست. پیش او سرخم میکنیم. سجده کردن اوج تواضع و فروتنی بندگانه. سبحان الله. وقت سر میگذاریم بالاترین عضو وجودمان را که جبینه، ما به پیشگاه رب العزت و الجلال در پایین ترین نقطه جهان که زمینه، خیلی ستارگان و کهکشانه ها و سیارات و آسمانه ها در اون بالاست که من و شما خبر نداریم. پایین ترین نقطه زمینه. در پایین نقطه جهان جبین خود را میگذاریم، میگیم سبحان ربی الاعلا. خدا خیلی بالایه، خدا خیلی بالایه و با عظمت و بزرگه و من بنده‌ای که در این شب قدر آمدم خیلی ناچیزم در برابر عظمت رب العزت و الجلال. چی ارتباط جانانه بین بنده به خدایش. سبحان الله. تو خودت هستی به خدایت، هیچ کسی دیگری نیست. یک خلوت جانانه با پروردگار عالم. این دعای شب قدر خیلی زیباست. سبحان الله. دعای شب قدر خیلی زیباست. واقعا ارتباط عجیبی بین بنده و خدا وجود دارد. حتی بنده گناهکار و عاصی و معصیتکار و اون کسی که میگه من روسیایم، در این شب یک ارتباط عجیب تو با خدای تو. کسی مداخله کرده نمیتواند، کسی مانع شده نمیتواند. تویی به خدای تو، ولو که گناهکارم باشی تویی به خدای تو. دعای شب قدر که در هنگام شبهای قدر خوانده می شود خیلی زیباست. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو. این خیلی زیباست. اللهم ای الله. سبحان الله. در دل تاریکی شب بنده گناهکار فریاد الله را سر میدهد. الله. سبحان الله. ای الله. هیچ کسی دیگری نیست. نه رئیس جمهور صدا میکنی در این شب، نه وزیر صدا میکنی، نه پادشاه های دنیا را صدا میکنی، اون پادشاه واقعی را صدا میکنی. الله. ای الله. انک عفو. تو خیلی بخشنده ای. دعایی که خدا و پیامبر یاد داده پیامبر برای ما، گویا که خدا میگه این دعا را بخوانید. اللهم انک عفو. تو خیلی بخشنده ای، تو خیلی آمرزنده ای. عفو، علما میگویند عفو ذاتی است که در روز قیامت بر علاوه که تو را میبخشد حتی گناه تو را نام نمیبرد. نمیگه فلانی فلان روز فلان گناه را کردی من بخشیدم، حتی گناه تو را نام نمیبره، میگه تو را بخشیدم و برو داخل بهشت. در این شب خدا از ما میخواه با این صفت او را یاد بکنیم که خدایا در روز قیامت نگاه به گناهان ما نکرده ما را بیامرزی. اللهم انک عفو. تو خیلی بخشنده ای. کریم. تو خیلی بزرگواری، تو خیلی زیبایی، تو خیلی دهنده ای، تو خیلی عطا کننده ای. تو در این شب گناهکاران را میامرزی. تو در این شب صادر میکنی که من گناهکاران را از جهنم آزاد کردم.
تو چنین ذات مهربانی، تو خدایی که لذت داره انسان دست بالا کنه به حضور تو و فریاد الله را سر بده. اللهم انک عفو کریم، تو خیلی بزرگواری، تحب العفو، خدایا تو عفو دوست داری. سبحان الله، تو دنبال بخشش میگردی، تو دنبال بهانه میگردی که بنده دست بالا بکنه بگی بخشیدم. الله میگم اگر بنده من دست به حضور من بالا بکند، من خجالت میکشم دست بنده هم را خالی برگردانم. تو خدایی که از ما میخواهی از همه گناهکاران، از همه انسانهایی که فکر میکنن ارزش ندارن، دست خو بالا بکنن بگن الله، فقط الله. این ندای الله خیلی زیباست، قلب انسان را تکان میده. بعد میگی صفات خدا را ذکر کردی، تو خیلی بخشنده ای، تو خیلی عطا کننده ای. فاعف عنا، ما را بیامرز. من را نمیگی، منطق اسلامی نه، تمام برادران و خواهران مسلمانم، تمام گناهکاران را ای الله بیامرز. گنجینه تو، خزینه تو خیلی زیاده، کم نمیشه از گنجینه توی رب العزت والجلال. فاعف عنا، ما را بیامرز. این دعای شب قدر را بخوانید که خدا فقط در شب قدر دنبال بهانه میگردد. دو قطره اشک به درگاه رب العزت والجلال آنقدر محبوبه که خدا میگوید این ناله گناهکار در شب قدر پیش من خیلی محبوبه. امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه در تفسیر کبیرش میفرماید در تحت این آیه مبارکه که تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم، ملائکه خدا و جبرئیل در شب قدر به زمین می آید تا بندگان خدا را زیارت بکند. این مفسر بزرگ میگه ملائکه در بین خود گفتگو میکنن، میگن ما و شما در آسمان بالا تسبیح خداست و تقدیس خداست و ذکر خداست، بریم صدای بهترتر و محبوبتر از صدای خودمان که به نزد خدا خیلی محبوبه در زمین خدا بشنویم. ما تسبیح میگیم اما صدای هم در زمین وجود داره، اون صدا اون بالاست، صدای ملائکه، صدای جبرئیل، صدای ملائکی مقرب رب العزت والجلال و فریاد الله را سر میدهند. بعد ملائکه میگه بریم صدای محبوبتر از صدای خودمان در زمین بشنویم. میگن این صدایی که به نزد خدا محبوبتر است کدام صداست؟ امام فخرالدین رازی میفرماید این صدای ناله گناهکار. تکبیر! الله اکبر! این صدای ناله گناهکار در شب قدر آنقدر عزیز خداست که ملائکه را از آسمان به زمین خدا جذب می‌کند. تنزل الملائکه میآید و روح جبرئیل امین هم میآید. جبرئیل با او همه عظمت به بزرگی به خاطر بندگان خدا میآید. به اذن ربهم، به اجازه پروردگارشان. امام فخرالدین رازی میفرماید که گویا ملائکه به خدا عرض میکند خدایا تو برای ما اجازه بده که بریم در زمین بندگان تو را زیارت بکنیم. گویا ملائکه مشتاق بندگان خدا در زمین خدا هستند. این دلالت میکنه بر نهایت محبت ملائکی خدا بر بنی آدم و امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه بریم خدایا اجازه بده که بریم وقت این بنده تو در زمین قرآن را تلاوت میکند و نماز میخواند و تو را صدا میکند، ما صدایش را بشنویم که اون محبوب دل ما هست. ملائکه یعنی جبرئیل امین مشتاق تو میشود در این شب قدر. اجازه میگیره، خدا اونا رو امر نمیکنه که این ملائکه مأموریم بریم به زمین و بندگان مر زیارت بکنیم. ملائکه میگه خدایا تو پادشاه، ما بدون اجازه تو بدون فرمان تو به زمین رفته نمیتونیم. تو
تو به ما اجازه بده بریم بندگان تو در شب قدر زیارت بکنیم. من کل امر، هر ملائکی که هر وظیفه‌ای در آسمان داره به زمین میآید. روز اونهایی که رکوع کنندگانن اونها هم میآیند، ساجدینن، قائمینن، همه میآیند به زمین. این شب قدر اینقدر ارزش داره.